آیا برای تغییر رنگ چشم ما همیشه باید لنز بگذاریم؟ معلومه که نه. نیازی نیست که لنز بذاری واسه این که رنگ چشمات عوض شه. بیار تو پریمیر ویدیو تو همین الان خوب گوش کن به این آموزش بچش کن. دوتا ادجاستمنت لیر، یکی واسه قرنیه یکی مردمک. لازم داریم به اضافه یه مسک و ترک که اینجا میکنه به ما کمک. سلک میکنم با مسک قرنیه، ترکو میزنم و قدم بعدینه که برم طولومتر کاله رو بخش کرو. هیو ورسس هیو و اصلش اینه، بالا پایین میکنمش تا وقتی که برسم به رنگ مورد علاقم قطعی. فکر کردی آموزش تموم شد؟ نه اشتباه کردی، چون که اینجا تش نیست. حالا نوبت مردمکه، مگه میشه سامانیک نژاد این بخشو نگه؟ روی ادجاستمنت لیر 2 سلک میکنم دور مردمکو، دوباره میزنم که مسک ترک شه. اگه لایک نکردی امت کچل شه. حالا اینجا آخرین بخش کاره که بیسیک کارکشن باید کارو دراره. اکسپوژر رو تا ته کم میکنم، بعدش نگاه به مردمکم میکنم. میبینم کار تمومه، وری نایس شده، دریچه های خلاقیتم دیگه باز شده. همه فکر میکنن که پریمیه سخته چون که با پیج بنده آشنا نیسته. اگه بدونن یا سامان نیک نژاد اینجاست واسه دیدن آموزشام تو صف وامیسته. اگه سوالی انتقادی یا که نظری داری مدیونی تو کامنت ازش حرف نزنی. این آموزشم تموم شده اما بهتره به باقی پستامم یه سر بزنی. یو سامانیک نژاد اینجا بود، هر کی هم که لایک نکرد از ما نبود. بای فوراور.